یک گپ عجیبه میگه که مرده که درشت رفتارش شو میبینم یکی در برابرش بچه که در این سستک ملایم باشه مجقش میکنه برای میگه بچه ما میره بین شبگی نه میگه درشتی درشت باش نه ایتالیه که دیگه خیلی یکی با بلاد راه بگرده همین میانش هم میگه بگیر انشاءالله میگه خوب بشه نحس میشه ولی نیست ما رنگی که همین کلینا میاریم در خانه بعضی همون رنگی که قصاص میگیریم ولی همین نمکی یک کس میگه که 6 روز زندگی کردیم 6 روز دولا اوچه میگه طلاقش کن میگم آخی چی من 6 روزه عروس طلاق کنم میگه این خیشوی اوتت های مرا اوتت وقت بسیار غم داده بود من غمش میتم نگاه کده این دختره خیشوی اوتش بوده است 6 روزه را طلاق که برای چی وقت اوتت مرا غم داده بود همین انصاف های برادر عزیز این بچه حیران شده من کجا انتخاب کنم مادر برادر عزیز این مادر آخی بسیار نعمت بزرگ اینه که آب روش در خیلی حالت داده است محبت قدر قیمت شد تمام داده است دیگه بچه هازی دیگه زن در انتخاب کسه میگه میره نمی آتش بوده است که اگر طلاق میکنی بچه هم بوده است آقد میکنم این چکو کنم بچه تا این بیوه ای وقت شما را غم میداد این من غم دادن نمیتونم من ایره که تا مرده شد همین فیلچ خریب باشه رفتن میگیرم نیکی تو گفته است نه که بچم چی دیدی همین زن گندگی دیدی؟ ندیدی خیلی ندیدی تمام برای همین بسیار زندگی ها بسیار نازکی و بسیار داره بسیار احتیاط کنیم البته در خاندان یک آدم یک مصیبت بیاره ما دوست می‌داریم که خسر طبیعه خشتامن طبیعه در دخترکش در چهرهش ریزاگی را بگیرن یا استقبالشان بگیرن یا در همون اوجاک در بشینه پیوله چوی بکشه بگه اکا یه چویه که بگی او بیرون میبره دیلکش چند که خسر میگه خدا برکت شده جای خوب در غلطی دختر ما آدم های خوب در غلطی این خیلی ده یعنی ما دختر دارم من برم دختر ما اگر در همین حالت خوب بینم چی میگم برای همین هر یک آدم مقصد در جای همون دختری خودشه خواهری خودشه باید همین خیلی تصور کنیم برای همین در همون انشاءالله که گمانم در راست نیکاییم دیگه به هر حالا باشد زنها تونه دوست بداریم پیامبر ببین به همین قدر پیامبر به همین قدر بگیم هیبت و وقار و مسئولیت میگنش کی را دوست میداره میگه ایشان را دوست میداره این جزی اگر این بچه کلی زندار باشه یا ایزا میکشن که بگن من زن ما دوست میدارم یا ایزا میکشن پیامبر ایزا نکشید پیامبر گفت که من دوستش میدارم ببین برای همین امام احمد حنبل بچهش 10 نصیحت کرد ولی ما در اون صحیفه خیلی پرفتگیم 10 نصیحت امام احمد حنبل با فرزندش اونجا اگر ببینی یک تاش میگه بچه‌ام میدونی همین زنک چی میخواد میگه چی میخواد میگه دوست میداره که بگویش دوستت میدارم همین زنک هم میگفته که دوستت میدارم میفوریدهش امام احمد یعنی بچه‌ش گفته بچه‌م میگه همین گپا بگو زنته همین را بگو که زنک دوستت میدارم این روزی گپ همو ایدان اینا مردم بیدین میشنویم کینودا میشنویم که میاد زنش میگه من تو دوست میدارم میگه من تو دوست میدارم همین گپ زندگی را مستحکم میکنه اعتماد آدم
زیاد میکنی. برای همین احمد انبل چی میگه؟ میگه بچه‌ام دمی گپ خیلی نکن. خیلی نکن بگوش که دوستت میدارم. بعد میدونید این چیش میگه؟ میگه که همین زنان خونه دا که میداره کو همون میگه خیلی چیزش دمیه که نمیو هم ایمان. احمد انبل میگه که زنک وقتی در کم خونه درآمد میگه نمی همش مولی مای. میگه بچه‌ام دویم در همین چیزام بخیلی نکن بگو نمی همش ایتان. ببینده باز ما اگر زنک بگه که میگیرمش اولی نمی در 70 یا 30 ساله گرفته استش خانه میگه ای گمش کی خانه میگه تا 70 ساله کی میگیره؟ کی میگیره تو خانه تو وظیفه داری خانه شدی. ما برای اون که خانه میگه نه در کار نیست. این برای چی بوده که همینجا بیا یک همون چهار پشاکی بگونی تا بشوه با که مردی با سرش کرد بر رو تمام همین از کار ما. میگه دوست میداره که بگه نمیو هم مایمن بگو همه شیطان. میگه سیم میگه تو دوست میداری که زنت سرما کشیدگی باشه. میگه دوست میداری که بوی خوش داشته باشه. میگه ها دوست میداری که لباسای تازه داشته باشه. میگه ها بله. میگه هم زنک هم دوست میداره که تم خوشبو باشه. هم زنک هم دوست میداره که تم لباسا تازه باشه بوی خوش کنی. میگه همین او هم دوست میداره. مسئولیت ها شبی چه خیل مسئولیت های خوشرو میده. انامین ها بعد عبدالرحمن جان زندگی را چی میکنه؟ سیار خوب میکنه، شیرین میکنه، نغز میکنه. خداوند توی تا مبارک کنه و الله مهربان این یک هدیه بگیم اندک هم که باشه از سخنهای هم شریعت مانه هم این عزیزای خدای مهربان یک دستور عمل حیاتی برای شما قرارش دیه. باز خدای مهربان در این خاندان خوشی ها و خرسندی ها برقرار و بردوام باشه. یا رحمت زنده باشه. من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش. که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش. وگرنه این به یک دم بزم جان کندن نمی ارزد. وگرنه این به یک دم بحر جان کندن نمی ارزد. گناهی به عدد دارم امید لطف در میزان. گناهی به